با عرض سلام خسته نباشید شنوندگان بخش فارسی رادیو آواز تاجیک و شما صدای ما را از شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان میشنوید. 25 ماه اوت رئیس جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی پاکستان دیدار و گفتگو داشتند. در این دیدار بحث روی چند از مسائل مهم از جمله توسعه و گسترش همکاری‌های دوجانبه در زمینه‌های مختلف مورد علاقه دو طرف مطرح گردید. همچنین در این گفتگو رئیس جمهور کشور موقع تاجیکستان در قبال قضایای افغانستان را مورد بحث و بررسی قرار داده و موقف اصولی دولت جمهوری تاجیکستان را ابراز داشتند. در برنامه امروز مهمان برنامه امروز ما آقای دادالله حساس صاحب نظر افغانستانی هستند. آقای حساس کارمند سابق رادیو برونمرزی بخش دری ما بودند و امروز ها در جمهوری تاجیکستان مهمان ما هستند و اون اوضاع افغانستان که از تاریخ اشتباه نکنم 15 اوت تغییرات در وضع افغانستان آمده و در جمهوری تاجیکستان شما قرار داشتیم و از روزهای اول این رویداد شما موقع تاجیکستان را فکر میکنم احساس کردن که جامعه تاجیکستان چی نظری و راجع به مردم افغانستان چه نگاهی دارند و نظر شما راجع به موقع تاجیکستان طبق گفته های رئیس جمهوری تاجیکستان. سپاس از دعوت شما. من خدمت شما به عرض برسانم که من موقف که اخیراً جلال الملک امام علی رحمان رئیس جمهور افغانستان از سر میره پس چی